کس سلام. من پاشا هستم. تو این ویدیو قراره یک فیلتر شکن خوب برای ویندوز معرفی کنم که همچنین برای اندروید هم خیلی خوب کار میکنه، سرعتش عالیه. من هر شب یوتیوب گردی میکنم باش، اینستا گردی، حتی این ویدیویی که میخوام آپلود کنم با همین فیلتر شکن میخوام آپلود کنم. قبل از اینکه وارد بحث آموزش بشیم، از شما تمنا دارم که لایک و سابسکرایب کنید. خب برای این کار ویندوز 8، ویندوز 10 و 11 میکروسافت استور رو دارن. برای این کار لازمه که میکروسافت استور رو باز کنید. بعد از اینکه خب بالا بیاد، اینجا قسمت سرچ من قبلا سرچ کردم و نصبش کردم. هیدی فایل، هیدی دوتا فایل بخش از اول، همین رو می نویسید. همین اینستال شده، میزنید اینستال میشه. من اینستال کردم، آپدیت اومده. آره، بعدم میکنیم اوپنش میکنیم. خب قبل از اون، خب وقتی که وارد این فضا میشید هیچی نداره. برای اینکه شروع به کار بکنه نیاز به یک کانفیگی هست. اون کانفیگ رو گذاشت. کانالم میتونید جوین شید یا بیاید تو کانالم. یکی از این کانفیگا رو که میذارم کپی کنید، روش بزنید کپی میشه. خب یکی از اونا رو کپی کردید، میان بالا گوشه اینجا افزودن پروفایل جدید، اینو میزنید. افزودن از کلیپبورد ثبت میکنید. خب الان شد، ببین وارپ 7 شد. قبلا وارپ 5 بود، یا چند تا، هر چند تا که اضافه کنید میتونید عوض کنید. حالا اگه این کار نکرد اون یکی برای اتصال اینو میزنید. خب متصل شد، پینگش هم میاد پایین. بعدا اول اتصال اینجوری میشه. مثلا میریم یوتیوب برای تست. Yaklaşık 1,5 saatlik bir konuşma yapacağım. Yapmayacağım tabii de. 1,5 saat boyunca dertleşeceğiz ve bir karara varacağız. Ama evet, duyuracağım şeyler var, açıklayacağım şeyler var. Bunlar önemli konular, hepimiz için önemli konular. Ama diyorum ki bunu Cuma günü, orada da böyle hoş bir karşılama olabilsin diye güzel bir içerik ayarladık. Bizim همین فیلتر شکن واسه اندروید هم هست. میتونید از گوگل پلی دانلودش کنید و همین کانفیگا رو اینه کپی هن، اصلا فرقی ندارن فضاشون، چیزشون، کلا کاراشون. همینا رو کپی میکنید، یکی از اینا رو میزنید داخل این و استفاده میکنید. دیگه حرفی نمونده. اگه خوشتون اومد لایک کنید، سابسکرایب کنید. دوستتون دارم. اندازه گلای دنیا. فعلا.